منتها یادتون باشه دنیا همیشه یه چیزایی رو رنگی برات تعریف میکنه. مواظب باش فریب نخوری. دنیا همیشه تو سوال دوم لو میده. مثلا دنیا میگه پولداری خیلی حال میده، بعد تو میگه واقعا؟ یه ذره که صبر کنین مثل بچه‌ای که یه کار بدی کرده که بعد یه ذره میفهمه باباش یه چیزایی رو فهمیده، یه کمی اعتراف میکنه که مثلا من ترشی رو نخوردم، میگه واقعا تو نخوردی؟ یه دفعه میگه فکر کنم بابای خبر داره، خواهرم هم با هم بود و من تنهایی نخوردم. یعنی یه ذرهشو لو داد. دنیا سوال اولو خیلی رنگی تعریف میکنه، بعد که میگه واقعا یه دفعه میگه راستش بخوای نه اونقدرم نبود، خیلی خوش میگذره. بعدش میگه بعدش چی؟ یه دفعه دنیا میگه این به بعدش هم فکر کرده. مثلا میگه پولدار میشی، بعد میگه خب بعدش چی؟ واقعا بعد پولدار شدن چیه؟ مرگه. دنیا بعدش چی؟ واقعا از این سوالایی که دو پله‌ای باید جواب بده لو میده دنیا. راهش نه اینه که برای این که از رنج فرار کنی، از غم فرار کنی، بری حلی نگاه کنی. داداشون زندگی تو بکن، همیشه یه مشکلی هست. نه به شادی‌های سطحی پناه ببر ذلیل میشی، نه به رنج بدتر مبتلا شو، یعنی شروع کنه اعتراض کردن. ببین آسمون آبیه، بری بالا بیای پایین هی اعتراض کنی، آسمون آبی میمونه، اعصاب تو هم ضعیف میشه. ان لله ملکن ینادی فی کل یوم. ببین صدای این فرشته رو هر روز بشنو، نشنوی بد زندگی میکنی. خدا یه فرشته خلق کرده فقط کارش صدا کردنه. لدو للموت وجمعوا للفنا و ابنوا للخراب. دنیا تا میخواد تولد رو برات تعریف کنه یه دفعه بگو بعدش چی؟ تا داره جمع کردن رو برات تعریف کنه تو بگو بعدش چی؟ پخش شدن. دنیا دست دوم دستش رو میشه. آقا پس من چی کار کنم؟ بیا غم عمیق رو تجربه کن. غم عمیق انقدر شیرینه، انقدر خاطره خوشی میمونه که اصلا میای شعر میگی براش. ای حسین بختیاری خدا رحمتت کنه، میگفت لذتی و خوشی که من در خونه امام حسین تجربه کردم فکر نمی کنم پادشاهی در عالم تجربه کرده باشه.